بعد از سال بعد از چند سال‌ها بود یه روز جایمون دو نفر عوض شد. من رفتم نیمکت جلوی این اومد نیمکت پشتی. برپا سلام سلام آقای معلم سلام سلام بیدار شو آقای معلم اومده. خیلی مخلصی. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید به کلاس هنر. برجا من خیلی دیر گفتم بشینید ولی شما چرا زودتر نشستید؟ آقای معلم ما پامون درد میکنه. ماتون درد میکنه. بله. خوب هستی؟ گوشی قدغنه تو کلاس عزیز. اون داره فورتنایت اوکی من اینجوری بازی می‌کنم. گوشی تو بده من. چی؟ گوشی. نه گوشی تو بده نمی‌خوام. من. نه گوشی تو بده نه من. نه آقای معلم ما گوشی نداریم آقای معلم. آقای معلم بده من دیگه. یه توی کلاس‌های مهم داشتم پوکر بازی می‌کردم. تو که زنگت بعد بشینیم بخوابیم بازی کنیم زنگ استراحت شما. ببینم وایسا. اسامی رو بذار بخونم. آقای احسان شناور. بله احسان شناور. داداش دارم میام آقا غیبت میخوره. آقا منم احسان شناور. نه حاضر بابا آرشام جعفرزاده. حاضر احمد کامران. احمد کامران. قایب از من سید احمد کامران 50 سال پیش فارغ التحصیل شده از آقای کامران. سلام. علیرضا مطلوب کاری. حاضر. خیلی دانش آموز خوبی هستی. خیلی مخلصی. شما اومده بودی خواب بود. تا خواب بود که بود. خواب بودم دیگه. ماهان رضا نژاد. آقای معلم سلام آقای معلم منم آقای معلم. اولا میام پاکن من برش بگم ازش بگیرم. بعدش فارسی صحبت می‌کردی. نه برای شما فارسی. آها. یه لحظه برام پاک کنم ازش بگیرم. آقای معلم میزای ما یکم تو میز اول نشستی. دودش خیلی لغ بود. باشه. بعد زن بیارم. ما امروز اومدیم اینجا هنر یاد بگیریم. هنر خیلی هم قشنگه. فقط باید درست گوش بدیم. بیا پای تخته. بیا پای تخته. بیا پای تخته. خط صاف بکش. آقا معلم این داره با گوشیش بازی میکنه. آقا معلم کار تو ندارم اصلا گوشی باشی نه گمونه اصلا رو ببین آقای حامی کامران خط صاف بکش. چته؟ من چی نخوندم. یعنی چی نخوندی؟ خط صاف بکش. من از اینکه بیام دم پای تخت استرس میگیرم. اصلا مهم نیست استرس نشو. نفس عمیق. خط صاف بکش. 3 تا خط صاف بشه ریدی خط صافه بچه هر کی خط صاف بکشه نمره مثبت میگیره. من بیام. این خودتو کجا بکشم؟ مثبت منو بده. باشه مثبت میدم. برو بشین. یه هنریه. برو بشین. آقا ما خودم ماژیک آوردم. نه با ماژیک شما میکشم. آره بکش. عالی. تو برو تو بذار یه خط دیگه هم بدم. نه. آره 3 خط میزنم. آها ایت پسی بزنم تره. پسی. دمت گرم. ناس بلو. من مثبت گرفتی تو. به سوال من سریع جواب بده. زود تون سریع. فرق نگاه کردن و دیدن چیه؟ این میشه نگاه کردم. با تو بودم منظور. آقا میشه من بگم؟ نه آقا میشه من بگم؟ تو تو معلمی آخه. تو معلمی آخه. بیا اینجا ببینم. آقای علیرضا مطلب کاری بشین. من میپرم فش. آقا من سید احمد کامران منفی. ساکت اینو بیفتین سال دیگه هم دوباره باید همینو بیاد. آقا تو چه معلم زپردی هستی اومدی اینجا منو پرت کردی رو زمین. نگاه کردم و دیدن اینجوریه که شما توی دیدن فقط میبینی ولی نگاه کردن میبینی و میفهمی. انتظار اصلا نداشتم بلد باشی. احسان شناور اولین مثبتشو گرفت. نفر بعدی آقای آرشام.
خیلی ساکت بودی. میخوام بهم بگی که رنگ‌های اصلی چی هن؟ قرمز، آبی، سبز. ماهان 10 دقیقه بیا اینجا وایستا. 10 دقیقه به خدا پادر دارم. آقای معلم این کارش نبود آقای معلم. یه پا بالا. یه منفی هم میگی. آقای معلم چجوری وایس یه پا بالا. یه پا بالا. یه پا بالا. این استاد رو اصلا نمیخوام نگاه کنی. آقای آرشام رنگ‌های اصلی رو بگو. قرمز و آبی درست ولی سبز فکر میکنم نباشه. خب کیه جان؟ عینک منو دزدیدن اگر میشه ازشون بگید. آقای احسان شناور شما برو پیش ماهان وایس. برو پیش ماهان وایس. که گوشی میاری. ای وای گوشی تو دید. گوشی تو دید. الان زنگ میزنه به اولیای تو. او دو تا داری. آسمون من نمیای پر حس رنگ قرمز چیه؟ بشیار رومانتیکی میزنه تر داغم میکنه. درست داره میگه. با توجه به فکر و خیال هایی که تو در ذهنت داری درسته. مثبت. آقای حامی کامران رنگ آبی چی منتقل میکنه؟ آرامش، آفرین. صلح. نه صلح زیاد درست نیست. خب سوالا رو سخت‌تر میکنم. آقای احسان شناور پرسپکتیو چیه؟ آقا کلاس هنر مگه نبود؟ بستگی داره از چه دیدی نگاه بکنیم. ما میایم یه زمانی از دید متریالیست نگاش میکنیم، یه زمانی میایم کوبیسم نگاش میکنیم. نه آقا نه اون یه سوال دیگه است که ازت میخوام بپرسم. ما امروز میخوایم به شما یک تمرین بدیم که از زاویه دید خودتون چیزی که میبینید و نقاشی بکشید. دفترهای خودتون رو باز کنید. شما وقتی که یک جسمی رو میبینید ازتون میخوام تمرینتون این باشه آزادانه و رها خط بکشید. این تمرین اولتونه. اجازه هست؟ بله. بشین آقا بشین آقا عزیزم بشین بتمرگ چیزی که باید بکشید اینه خیار زاویه‌ای که میبینید بکشید. اوه من خیلی خوب اونجوری زاویه هنری نیست. یه لحظه بده به من. آقای معلم یه لحظه برو قرآن. نه گاز میخوای بزنی؟ باز کنیم معلم خیار مردی برا یه بار دیگه سعی میکنی بکشید. داداش این نمونه که ما بخوایم بکشیم و خورد. من کشیدم تموم شد. آقای معلم تمام شدم من. اگه اشتباه باشه 2 تا نمره منفی میگیری. زاویه کشیدمش دیگه. 5 ثانیه 10 ثانیه دیگه نکشی نمره. خب بیا بکشید. زود. آقای مطلوب کاری. طبیعی‌تر بود. خیلی خوب داری میری جلو. آقا بفهمید. تو این درس رو قشنگ پاسی. آقای احسان. آقای احسان قشنگ خاله شناوره. آفرین تلاشت خوبه. آقای ماهان شما دیگه تلاش نکن. تلاش خوبه. باید تو خونه بیشتر تمرین کنی. روزی 100 تا خیار بکش برام بیا. آقا آرشام ساکت. پسر گل. آفرین. آرشام هم نمره مثبت داره. تا اینجای کار احسان شناور 2 تا مثبت داره. آرشام 2 تا مثبت داره. آرشام اگه یه خورده بیشتر توی کلاس همکاری کنی مثبت‌های بیشتری میگیری. به سوال من جواب بده آقای ماهان رضانژاد. تفاوت کوبیسم و رئالیسم چیه؟ کوبیسم میزنن تیپ. رئالیسم چیزی واقعیه. آقای علیرضا مطلوب کاری. رئالیسم واقعی گرام. چی رو بدم به تو؟ آقا این کلاغ سفید داره. PDF شو داره آقا. ببینم خب زیر میزه. باشه. ماشین میدی تو میزه؟ نه آقا اومدیش تو آقا. خیلی خوبه. آقا بکش. زود باش. کلا 5 دقیقه وقت میدم زود بکش. 5 دقیقه. همینجوری که دارین طراحی میکنین گوش بدید. آقا آرشام قبل اینکه بیام داخل کلاس توی گوشم بهم گفت که امروز امتحان داشتید. آقا آرشام گو خورد آقا. آرشام کجای کیفت نوشته بود بده من اون قسمت آه 2 تا گوشی داره. بیرشه بزن تو سرش. 2 تا گوشی رو بگیر آقای معلم. آقا این که میخواین امتحان بگیرید اوکی ولی دلیل نمیشه ما درنیم. من کاری دیگه به اون قضیه ندارم. زودتر. نقاشی هنر ما توخ داشتیم. آفرین. زودتر باش همه کشیدن. منطقیه. تمام دستا بالا. برقصی. دستا بالا. دستا بالا تو منو پایین. دستا
دستو بالا. غیرت بگیری. زیاد زاویه چون عمق نداره جسم خوبی نشده. بچه‌ها کار آقای مطلوب کاری. انجام خیاریه. آفرین. زاویه من مثل تو با عمقو بیشتر تمرین کن. چی؟ زاویه من شبیه که نه از این زاویه نه. همین قضیه شو دیدم استاد. از این زاویه ببینی نه کن اینجا رو ببین. کلش که بیاد اینجا بعد از این ور بهش نور میتابه این میفته اینجا این شکلی نه کن این زیرش خیلی قشنگه آقای شناور. بشم آقای معلم. یه لحظه ساکت. آقای معلم. یه لحظه ساکت. این چیه؟ اینجوری میکنی و اینجوری سال بعد میکنی بیاد. سال بعد میخوام بهتون یه تریک جدید یاد بدم. اون خیار رو نخور، از رو زمین برداشتم نه از روی یخچال. اینو جدی هم. ندیدی اصلا فلفل واسه من هم نهید. مهمه مگه؟ Never say more life, me. من میخوام بهتون یاد بدم چجوری یک سر بکشید. شما برای اولین حرکتی که میکنید باید یک دایره بکشید. بچه‌ها دایره خیلی مهمه. شما یک دایره میکشید و وقتی که دایره کشیدید سرخ صورت انسان رو میخوای بکشید. سرخ صورت انسان میشه کدوم ور؟ این بر سرخ کدوم وره؟ دو طرف چیز میشه دو طرف شطرنج. ما میایم اینو به دو بخش تقسیم میکنیم برای سرخ کشیدن. یک قسمت اینجوری، یک قسمت اینجوری. هفته بعد وقتی که میاید باید 300 تا از اینا بکشید. 300 تا. معلم شما فکر کردی ما بیکاریم؟ هر چی آقای معلم بگه همونه چشم هنر درسه مگه؟ هنرم درسه هنری که آفرین آقای مطلوب کاری. آقا آمی جان آمی عزیز بشین تا نوبه منفی نگیره. منفی نمیگیره. وقتی که این دوتا رو میکشید شما میاید یک قسمت از این دایره رو پراپ میکنید. میاید چیکار میکنید؟ میاید دوباره داخلش به اندازه این که قراره اینجا صورت بشه دایره میکشید توش. میبینید به این صورت یه خورده دایره بزرگه کوچیک‌ترش. ما برای اینکه بخوایم صورت انسان رو کامل کنیم نیاز به خط صاف داریم. این وسطی که میبینید و شما باید بیاید به این سمت بیارید. خط بغل که میشه این تیکه میاد پایین. خط بعدی به این صورت اینجا بسته میشه. از این نقطه تا اینجا میاد و اینجا بسته میشه و اینجوریه که صورت شکل میگیره. آی معلم این دیگر چه دیگه برا بابا یه دست برای آقای مطلی بزنید. آقای آقای کامران چی؟ دست برای مطلی بزنید. یه دست برای من. آقا دفتر من کشید آقا. راست میگه این با این کشیده این بدبخت کشید. تو نکشید اینو؟ بده خواهد خودت این گوش کنه بابا. یه دست برای آقای حامی کامران بزنید. بگم من یه دست برای حامی کامران بزنید. آقای ماهان از قدیم گفتن غریبه ها برای من آقای حامی کامران سوال میپرسم. آقای ادوارد مونک در اثر جیغ چه چیزی رو منتقل میکرد؟ من بگم بله. خشم خب درد نفرت آقا دستش بود. ناراحتی استراب نه؟ استراب. آفرین. آقای احسان جواب خودت بهش گفت. آقای احسان شناور مثبت. آقا من گفتم ترس. تو دیر گفتی. آقای حامی کامران منفی بعدی رو گرفتی. خب آقا امروز برای یه چالش داریم. کی دوست داره بیاد پای تخته؟ یک ما اومدم برو بسه برو آی معلم چاقو آی معلم به خدا اگه بذارم چیزی بگم. سید احمد کامران بشینید بقیه بشینید. آی معلم چاقو شو گرفت. عشق منه. برو کاراکتر مورد علاقه چیه؟ از چه نظر؟ انیمیشن. اون خاله بود توی بیکیروسی. کاش که انتخابش نمی‌کردی چون با بکشید. من الان خاله‌شو باید بکشم. آره ولی با چشمای بسته. با خالش باید بکشی. ها؟ بیا خواهی معلم داشت همینجوری نمیتونستی بکشه. چشیشم بست. داداش یه ذره داره اروتیک میشه کلاس.
بس نمیخوام بگم. آقا میگم برو. صبر کن یه دقیقه بابا. آقا من کشیدم خلاشو. آقا احسان بیا پای طرف. خورشید خانم رو بگیر. خورشید خانم باشه چه بسته؟ خورشید خانم کرکتر مورد علاقته. آفرین چشم بسته دایره میکشیم. تو چجوری میبینی کجا رو ما پاک کنیم؟ بس. اینجا ورق داری. ایول آقا من بیبی بهتون یه ورق شانسی میدم. هر چی که بود باید بکشید. چون آقای آرشام نمره بالایی گرفت میخوام تستش کنم. چینسا من گرفت. من یه بار چقدر برای این وقت داریم؟ 5 دقیقه. آقای مطلی داره میکشه، خوب داره میکشه. کشیدن مطلی خوب. عرشه کرده بودم نبود من نگاه هنرمند نبود نگاه چقدر دقیق داری میکشه. عشق کنید بچه ها. خیلی شبیه شده. چیه؟ من تمام کردم. بچه ها بذارید من اول نقاشی آقای کامران رو بهتون نشون بدم. به نظر من تو ببر اینو خونه برو تراپی 3 بار بکش بیار. کیا تمام کردن؟ من. نرسید. یه ورق آفرین. باور کن به خدا نمیرسه. تلاشتو کردی. 17 و نیم. آقا جان متاسفم سال بعد باید بیای. گوشیتم من فقط نصف 9.75 ایول. آقای آرشام دیگه نکش. بچه خوبی هست. خرش کله نداره. شما و آقای حامی کامران سال بعد در خدمت مایی هنوز. کسایی که 20 گرفتن تا آخر سال دیگه نمیخواد بیان. معلمون رفت. وسیله نداری داداش. آقای آرشام شما میتونید برید. داشت این خر تکمیل نشده اصلا. داشت مال من نصفه. ولی استاد تصمیم گرفت من 1975 بده. ماهان رضا نجات جان برو. کجا؟ استاد خدافظ. آقا نمیخوام شما بشین کار. 1975 شده. کار دارم بشین. جفتتون 975 گرفت. من دلم نمیاد شما رو بندازم. برای همین 2 تا سوال هست که نپرسیدم. معلم میشه لطفاً کرکرها رو بدید پایین ما جور دیگه ای حساب کنیم. آره منم اوکیم. نه سوالمو جواب بدید. با رنگ زرد چه حسی منتقل میشه؟ حس گرما نگاه کن تو با رنگ زرد یه حس این که بخوای محیطی رو خیلی کمک کنی دیگه. حس شاش. من خیلی دوست دارم شما قبول شید. یه سوال دیگه بپرس. مکمل رنگ آبی چیه؟ پورتین بی. مکمل رنگ آبی چیه حساب؟ این آبی مکملش چیه مثلا چه جوری باید بشه که یه مکمل رنگ آبی از ترکیب قرمز و زرد به دست میاد. خب من همینو گفتم دیگه. خب چی میشه رنگش؟ آبی. زرد و قرمز. زرد و بهت میگم سبز. زرد و قرمز چه رنگی میشه با هم؟ میشه کیت سبز. بورسا. سبز. نارنجی. نارنجی. مکمل رنگ زرد. بنفش. مکمل رنگ قرمز. حساب برو. با اولین ثانیه که قبول شدم خدا بود. مکمل رنگ قرمز. کرکره رو بده پایین. من نمیشه کرکره رو بدیم پایین. نه برو. مرسی. علی جان ببین آقا یه لحظه وایس. کجا میری؟